والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وبعد، أشكر بداية اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية بتركيا، وعلى رأسهم سماحة ملا أنور الفاطمي رئيس العالم اتحاد العلماء، لدعوتنا للمشاركة في الملتقى الدولي السابع. حضار گرامی، علماء کرام نهایت معزز و معظم، من میخواهم حرفای خود را به فارسی دوام بدم، خدا کنه مشکلی نباشد. بسیار خرسند هستم از این که با کشور بسیار مهم اسلامی و بخصوص کشور بسیار دوست ما ترکیه آمدیم و اینجا از ما ضیافت صورت گرفت و همچنان دوستا در این ملتقای سابق یا همایی هفتم جمع شدم. بسیار احساس خوشی میکنیم که در جمعی از علما حفظهم الله حضور داریم و از علمای افغانستان صحبت میکنیم، از وضعیت افغانستان صحبت میکنیم که بخش مهم و بسیار ارزنده دارالاسلام است. اولا، زمانی که من در ترکیه می آمدم به مجمع علما، بزرگای امارت اسلامی افغانستان که همه الحمدلله علما هستند، سلام های فراوانی را بر شما می رساند، تک تک از علمای کرام، مردم معزز ترکیه، برادران مسلمان ما، و همه شما سلام های بسیار فراوانی را می گفتند و استدعا داشتند که به ما و شما توفیق عطا فرماید تا بتوانیم تمام امور محاوله خود را، چی در افغانستان، چی در ترکیه، چی در سایر بلاد اسلامی، با هماهنگی، با برادری، با مشوره ها و هم به پیش ببریم تا سبب نجات مسلمانان در کشور و خطه خود باشیم. حضار گرامی و علمای کرام محترم، ما و شما می دانیم که مسئولیت علمای کرام بسا بزرگ است. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: علماء امتی كأنبياء بني إسرائيل وإن بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء. این که پیامبر صلی الله علیه و سلم وظیفه انبیا را به دوش علما میگذارد، علمای کرام مسئولیت دارند که در انسجام، اتفاق، اتحاد و وحدت امت اسلامی رول به سزای خود را ادا نمایند. همچنان علمای کرام مسئولیت دارند تا امتی مقهوره و مظلومه را از حالت مظلومیت نجات بدهند. همچنان علمای کرام مسئولیت دارند تا مشاکل
فساد اخلاقی، اجتماعی، مالی و سایر اجتماعی که دچار امت اسلامی گردیده ایره برچینند توسط مبارزه متحدانه و هماهنگ خود. علما در افغانستان توانستند که در یک قرن گذشته، در 100 سال، فی 100 عام 3 بار با امپراتوری‌های بسیار بزرگ جهان معرکه نمایند و رهبری بسیار خوب را انجام بدهند. شما انشاءالله تاریخ را مطالعه کرده باشید که در قرن 19 انگلیس ها یا بریتانیای وقت 3 بار بر افغانستان تاختند. میخواستند خاک افغانستان را بگیرند، تسخیر بکنند و بعدا اهداف شوم خود را وجا پیاده بکنند. ولی ملت افغان که رهبریشان پیش علمایشان بود، ملت افغانستان را علما رهبری میکرد، آنها توانستند که هر 3 بار انگلیس ها را قسم شکست بدن که از خطه آسیا آنها را برانند و حتی هندوستان را هم ترک بگویند و پس به بریتانیا جمع شوند. اگر خدای نخواسته علمای کرام این معرکه بزرگ را در قرن 19 رهبری نمی‌کردند و یا خود را مشاغل مسائل دنیوی می‌کردند، قربانی نمی‌دادند و استشهاد حاضر نمی‌شدند، زندان را تحمل نمی‌کردند، اکنون افغانستان شاید دارالاسلام نبود. شاید ما قرن فعلی علیاذ بالله ایمان نمی‌داشت. این حکایت از افغانستان است، چون ما به نمایندگی افغان‌ها صحبت می‌کنیم. همچنان قهرمانی‌های علما در تمام بلدان اسلامی کردند. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله کی بودند؟ عالم، مبارزه کرد، صلیبی‌ها را شکست داد، دارالاسلام را سربلند ساخت. همچنان علمای سایر بلدان در معرکه ها با متمردین و مستکبرین مقابله کردند و ملت ها را رهبری کردند. بار دوم در افغانستان 40 سال از امروز قبل اتحاد شوروی وقت مفکوره کمونیستی را آورد در افغانستان حمله کردند برای افغان‌ها. زمانی که ملت افغانستان دانست که ما زیر تاخت و تاز اشغالگری اتحاد شوروی قرار داریم و آنها دشمن عقیده و ایمان ما هستند، بقا خواستند، مقابله کردند، جهاد کردند. از اثر رهبری علما جهاد موفق شد و اتحاد شوروی در افغانستان شکست خورد. این بار دوم بود که افغانستان در علما با رهبری بسیار ظریف و حساس خود نجات داد. بار سوم به هر علتی که بود آمریکا آمد در افغانستان اشغال کرد. شما او آوان را به یاد داریم، علمای کرام اینجا نشستن. آمریکا بدون از اینکه دلیل را گوش بکنند، بدون از اینکه از راه معقولیت و منطق پیش بیایند، مذاکره بکنند، مفاهمه بکنند، مسائل مطروحه را با ما حل بسازند، بدون در نظر داشت از او آمدن از طریق هوا و زمین بالای خاک افغانستان تاختند و تجاوز کردند. او زمان هم علما در افغانستان حاکم بودند. علما فکر کردند اگر آل ما حرف آمریکا را گوش میدیم، قضیه یک شخصی از مسلمانان را که اونجا وجود داشت و متهم ساخته بودند، اسامه بن لادن رحمه الله، او قضیه یک فرد نیست. در او زمان او یک فرد و یک کس نبود،
بلکه قضیه عزت مسلمین است. این ما نمیگیم یا سامان ملامت یا سلامت، ولی باید از راه قانونی پیش بریم. اگر ادعای داریم باید دعوا بکنیم، در محکمه مراجعه بکنیم. چطور میشه به خاطر یک کس تمام مملکت را زیر توپخانه و بمبارد قرار داد که ما اشغال کنیم؟ این استکبار میخواست افغانستان را از خود بکنه، افغانستان را اشغال بکنه و بعدا از افغانستان باز آسیا را هنوزم نارام بسازد. این را بهانه میسازد. علمای کرام در افغانستان متوجه این موضوع بودند. آنها مبارزه کردند 20 سال علیه آمریکا، قربانی دادند. ولی شما میدانید که الحمدلله صف جهادی را قسم رهبری کردند که هیچ اختلاف بین صف جهادی واقع نشد. 20 سال تمام دسائس کشورهای اشغالگر متوجه از این بود که بین مسلمانان در صف جهاد اختلافات را بیافکنند، همچنان مسلمانان را از هم دور بسازند. ولی علما تانستند الحمدلله قسم صف جهادی را رهبری بکنند که تا سرحد فتح و پیروزی، تا سرحد کامیابی به نصرت الله جل جلاله، تا اون زمان هیچ مشکلی افتراق و اختلاف در بین صف جهادی قرار نداشت. این رهبری علما بود. شما میدانید برادران گرامی و استادای معظم، افغان ها اکثریت مطلقشان اهل سنت و جماعت و باز پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله است. علمای کرام اینجا نشستند. مکتب امام ابو حنیفه رحمه الله، مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله در مسئله تکفیر، در مسئله افراط، در مسئله کشتن مردم بسیار 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 محتاط است. اصلا اجازه نمیده مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله که کسی ناحق قتل بکنه، کسی ناحق کسی را تکفیر بکنه و بیضه مسلمین را از هم بشکنه. مذهب امام ابو حنیفه کاملا مذهب محتاط است و علمای کرام همه میدانند. ما پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستیم، یعنی ما متطرف نیستیم، ما کدام گروه تکفیری نیستیم. ما چیزی که سلف صالحین گفته، چیزی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و چیزی که فقهای اسلام برای ما تشریح داده، پیروی همون نهج و طریقه است. پس تبلیغات و پروپاگاندی که علیه افغانها، علمای افغانستان یا امارت اسلامی که متشکل از علمای افغانستان است، پروپاگاندی که میشه کاملا کاذب، کاملا بدور از واقعیت است. علمای کرام ما میخواهیم با جهان اسلام من حیث برادر زندگی کنیم، من حیث دوست بسیار صمیمی زندگی کنیم. حتی با هیچ کشور دیگر نمیخواهیم ضرر برسانیم، چون ضرر در اسلام حرام ناجایز است. هیچ مسلم را تکفیر نمیکنه علیه الله، عقیده تکفیری ندارد. این علمای کرام جزئی از بدنه ما و شما هستند، ولی متاسفانه شاید در تبلیغات دشمن، در پروپاگاندهای دشمن علیه علما یا علیه امارت اسلامی افغانستان پروپاگاندهای بسیار زیادی را شما شنیده باشید. آنها را گاهی متطرف میخوانند، گاهی تکفیری میخوانند، علیاذ بالله. گاهی آنها را میخوانند که متحجر هستند، نادان هستند، اتهامات مختلف. و این شما میدانید که این اتهامات از امروز نیست. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که الگویی از اخلاق انسانی بود، او را هم مخالفین و مشرکین زمان خود ساحر، کاهن و مجنون میگفت. این باقی ندارد.
چیزی که بسیار مهم است در ما این است که نهج و طریقه روش ما الحمدلله نهج و طریقه اهل سنت و جماعت است و ما به این باور داریم و با تمام مسلمین متفق و متحد هستیم. علما در افغانستان تانستند که بسیاری از مشکلات را جلوگیری بکنند. در افغانستان اختلافات قومی وجود داشت، فساد بسیار گسترده وجود داشت، فساد اخلاقی و مالی. همچنان مردم به جهالت و به نادانی دعوت می شدند. فحشا به حد آخری خود رسیده بود در زمان اشغال آمریکا. علمای ما مسئولیت دارند تمام این مشکلات را حل بکنند و الحمدلله در یک سالی که گذشته در افغانستان دوستایی که آمدن از نزدیک دیدن تحولات فوق العاده آمد در تمام بخش‌ها. فساد اداری و اخلاقی به صفر رسید الحمدلله، نزدیک به صفر علانیه. البته اینکه گاهی وقت افراد در پنهان گناه میکنه خب سنت بشریت است، گناه صادر میشه حتما، ولی چیزی که گناه رسمی باشه، گناه عام باشه، فساد عام باشه، فحشا عام باشه، کاملا در افغانستان وجود نداره الحمدلله. این به سعی تلاش علما است، این کارکردگی علما در او خطه است و این یک الگو است، یک نمونه است و هذه نموذج. ما در یک سالی که گذشت حکومتداری داشتیم، اگرچه متاسفانه تا دنیا اعتراف نکرده و حکومت ما را به رسمیت نشناخته. امیر معظم ما الشیخ هیبت الله اخونزاده حفظه الله او میفرماید این یک حکومت و نظام اسلامی است. اگر دیر آمریکا به رسمیت بشناسه، اسلام را به رسمیت میشناسه، از او خاطر نمیشناسه. آنها مشکلشان با اسلام است، مشکلشان با ما نیست. مشکل آنها با اسلام ناب سیاسی است. از امو وجه است که ما را نمیگذارد. اگر نه تمام اصولی که در بین دول یا در بین ملل به خاطر به رسمیت شناختن یک نظام ضرور دانسته شده، امارات اسلامی افغانستان همون مواصفات را خود دارد. از قبل کردن مردم آرام و امن هستند. تمام ترکیز امارات اسلامی در یک سال گذشته به این بود که امنیت را در کشور تأمین بکنند. امنیت کامل در کشور تأمین است. با استثناء بسیار وقایع خردی که متاسفانه گاهی وقت از طرف بعضی از متطرفین یا خوارج انجام میشه، بسیار کم است. فیصدی از یک یا 1.5 است. فیصدی از او زیاد نیست. دیگر تمام کشور ما، تمام ولایات ما امن است، در حالی که یک سال گذشته ما امنیت نداشتیم. افراد ما در شهر که میگشتند تلفن از جیبشان رو بوده میشد، پول از جیبشان رو بوده میشد. تجار ملی ما از یک ولایت به دیگر ولایت سفر کرده نمیتونستند. خانما، خواهرای ما و شما در دوایر دولتی، در راهها مورد تجاوز و نگاه بد قرار میگیرد. ولی زمانی که امارات اسلامی افغانستان آمده تمام چیز آرام شد، نرمال شد، همه زندگی آرام شد. دوستای که آمدن اونجا در افغانستان از نزدیک دیدن. با شما خدا کنه بیاین از نزدیک ببینید وضعیت. در بخش اقتصادی الحمدلله از یک سال گذشته امارات اسلامی افغانستان بسیار کار کرد. تمام وزارتخانه ها که به علما سپرده شده بودند، یک اصطلاحی گفته میشه که علما به سیاست نمیدانند. این یک علمانیین یا کسایی که مخالف اسلام هستند آنها عام کردند. ولی چنین نیست. سیاست را که علما میدانند کسی دیگر نمیداند. تمام وزارتخانه ما را یک ماه قبل ما امتحان گرفتیم، یک اختبار گرفتیم. همه وزارتخانه ها نسبت به سالهای گذشته 49% پیشرفت کرده بودند. 49%. 49% يقدمون في امورهم. همچنان
در اقتصاد تحولات بزرگ آمد با وجود از اینکه کمک‌های بین‌المللی نیست برای ما. آمریکا پول نمیده، البته پول ما را غصب کردن. 9 میلیارد دلار را آمریکا غصب کرده. بانک‌های کشور ما را بستن. انتقال پول از طریق بانک‌ها سخت است. قیودات را وضع کردن. مملکت را به رسمیت نمیشناسند. با وجود این مشکلات ما بودجه خود را، بودجه حکومتداری را از منابع خود تمویل کردیم. تمام سال بودجه را پورا کردیم. این یک دستاورد بسیار بزرگ. در حالی که در سالهای گذشته 20 سال 75% بودجه ما از طرف آمریکا تمویل میشد یا کشورهای متجاوزین. 75% 75% يتميل من جانب المحتلين. ولی تمام این بودجه ما از منابع خود اکمال کردیم. وجه چی بود؟ علت چی بود؟ علما حاکم هستند، فساد وجود ندارد، دزدی وجود ندارد، پول بیت المال سرقت نمیشه، همه به منابع خود تسلیم داده میشه. این علت است. همچنان پروژه های بسیار بزرگی را ما آغاز کردیم. یک پروژه در بلخ آغاز شد، پروژه آب است و بعض زراعت. تقریباً 8 میلیون جریب زمین را آبیاری می‌سازد. 8 میلیون جریب زمین را در 5 سال آینده. این را طراحی کردیم، 15% تکمیل شده، کار سر جریان دارد. همچنان در استخراج معادن کارهای زیادی انجام شد. الحمدلله بعض شرکت‌های کشور دوست ترکیه هم آمدن به سرمایه‌گذاری در افغانستان. همچنان سرک‌های ما که از اثر جنگ خراب شده بود، نو ساخته میشه. حال سرک کابل هرات، کابل مزار شریف ساخت شروع شده و منابع خود هیچ کمکی بیرونی وجود ندارد. معاشات 8 لک افراد داده میشه. 5 لک مامورین ملکی داریم، 3 لک مامورین نظامی. 8 لک معاشاتشان هر ماه پرداخته میشه، داده میشه از منابع خود. همچنان پیشرفت‌های دیگری هم وجود دارد که انشاءالله در آوان آینده اعلام خواهد شد و ما شما شاهدش خواهد بود. هدف این است که علماء کرام میتونن یک ملت رهبری بکنن. علماء کرام میتونن یک امت را رهبری بکنن. هدف عمده ای است که علماء کرام وظیفه دارند که در جهان اسلام با هم نزدیک شویم. ما شما درد و آلام تمام مسلمین را حس می‌کنیم و مسئولیت بیشتر هم علما دارند. خواهش ما از علما این است که کمک کنیم جهان اسلام را از حالت کنونی نجات بدیم. توسط دعوت، توسط بیان، توسط علم، توسط مدرسه، توسط تعلیم ناب اسلام، توسط قرآن عظیم الشان و احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم. ما میتونیم امت را نجات بدیم. ما و شما باید مبارزه خود را نگذاریم. مسئولیت ما بسیار گران است، بسیار زیاد است. هرگز باید نگذاریم که امت ما متشکل شوند، قربانی اختلافات شوند. جلوی تمام اختلافات را بگیریم. بعضی از متطرفین یا بعضی از خوارجی که عقیده نادرست در اسلام ترویج میکنند و اسلام را از هم میپاشند، تکفیر مینمایند برادرای مسلمان خود در کشورها، جلوی زیاد بگیریم و راه‌هایی را پیدا بکنیم که چرا این مفکوره پیدا میشه. و باور ما فقهای کرام بسیار اصول خوبی را بر دین گذاشتند. اصول فقه، اصول بسیار ضوابط خوب است. نگذاریم این اصول بشکنند و هر کس مفتی شود در اسلام و هر کس مردم را تکفیر کنه و مردم را بکشه. این را نگذاریم. تشریع و توضیح دین، احکام دین وظیفه علماء کرام است. این را بسپاریم به علماء کرام. شاگردان را تربیت میکنیم، کسی تربیت کنیم که از روح اسلام بدانند، اصول اسلام را بدانند و بیاموزند، اصول فقه را بیاموزند، اصول حدیث را بیاموزند، اصول تفسیر را بیاموزند، از قول فقهای کرام در اسلام بدانند، از قول سلف صالحین بدانند، تعبیر و
ترجمه دین را قسمی که هست، قسمی که واقعیت دارن، قسم در جامعه پیاده بسازن. این بسیار مسئولیت مهم است و مدارس جای است. همین علمای کرام که جمع شدن اتحاد علما و مدارس اسلامی وظیفه همین است. چشم امیدم به طرف شما است. امت ما امت دستخوش اختلافات شده. تجاوزات صورت میگیرد. قضیه فلسطین، مسئولیت‌های دیگری که در دارالاسلام داریم، جنگ‌های داخلی، منازعات بین مسلمانان بر اسم مذاهب مختلف یا عقاید مختلف. این رو باید جلوگیری بکنیم. علماء کرام با استفاده از موقفی که دارند، با استفاده از وظیفه‌ای که دارند، میتونن امت اسلامی را واحد بسازند. درست است که کشورهای اسلامی ثغور و سرحدات جداگانه دارند، حکومت‌های مختلف دارند. درست با وجود از این ما نمیتونیم متحد باشیم. اروپا چندین کشور است اتحادیه اروپا را ساختند. ایالات متحده آمریکا 50 ایالت جمع شدن، ایالات آمریکا را ساختند. مسلمانان نمیتونن با هم برادر و زندگی بکنن، منافع همدیگر را حفظ بکنن، از همدیگر دفاع بکنن، مظلومیت را نگذارن. چرا نمیکنن؟ چرا نمیکنن؟ وظیفه است که دانش اسلامی کم است، تعلیم اسلامی کم است، بخصوص در طبقات سیاسی. علماء کرام وظیفه دارند که سیاسون ما را هم آگاه بسازن. همیشه العلماء و امراء علی الامراء. علما بالای امراء است. اگر خدای نکرده رهبران ما و شما، سیاسیون ما و شما گامی فراتر از چارچوب منافع اسلام بگذارند، علما باید آنها را تنبیه کنند، با آنها بشینند تفهیم کنند. این ضرور نیست که جنگ بکنیم برایشان، تکفیر بکنیم. این راه نیست، راه دعوت است. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت نموده. این روح دین با دعوت آمده، با تفهیم و مذاکره آمده. سیاسون را آگاه بسازیم که احکام دین این چنین است، منافع مسلمانان این چنین است، منافع مملکت این چنین است. از دان علما این حرف بسیار خوب شنیده میشه، اثرات خوبی داره. اگر ما در تمام کشورهای اسلامی منازعات فکری را دفع بکنیم و با سیاسون خود را نزدیک کنیم، با آنها تفهیم کنیم احکام دین را، باوری مالی است که آستا اختلافات هم از بین میره. مسلمانان بین خود متحد میشن، با وجودی که کشورهای مختلف داشته میباشند ولی منافع همدیگر را احترام میگذارند. جنگ‌های داخلی جلوش گرفته میشه. اخلاق عالی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر تتیمه امان اخلاق آمده، جوانان اخلاق عالی اسلام را می‌آموزند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ما به خاطر از این فرستاده شدم که مکارم اخلاق را تکمیل کنند در انسانیت. جوانان ما باید مکارم اخلاق را بدانند. این وظیفه علماء کرام است. الحمدلله که ما شاهد هستیم که علماء کرام همه علمای با دانش با احساس هستند. این مجموعه که ساخته میشه هفتمین مجموعه است. از این معلوم میشه که علماء کرام در 7 سال یا 7 بار قبل هم تلاش کردند که علما را با هم جمع کنند، با آنها مذاکره و مفاهمه داشته باشند. خداوند توفیق بده که دوام بکنند تا سبب اتحاد بین مسلمانان واقع شود و فتنه های در دار اسلام از بین برند، مسلمانان آرامش خود را حفظ کنند. وظیفه دیگری از علماء کرام این است که در برابر اخلاقی، فساد اخلاقی و مسائل اخلاقی امروز مبارزه داشته باشیم. ما شما می‌دانیم که فساد اخلاقی در این زمان من حیث باران هر جای میبارد، هر جای را میگیره و خدای نخواسته این نسل آینده مسلمانان را بسیار جدی تهدید می‌کند. از راه اینترنت، از راه‌های مختلف دیگر جامعه دچار و دستخوش یا قربانی فساد است. علما در این راستا مسئولیت دارند. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. وظیفه ماست که اگر منکر را ببینیم توان ما باشه و دست خود را جلوگیری بکنیم. و این لم یستطیع فبلسانه. این وظیفه علما است. اگر نتوانستیم، حکومت در دست نداشتیم، جیش در دست نداشتیم، به زبان خود و علما شارحین حدیث می‌فرمایند که این وظیفه علما است
که با تعیین خود با امر بالمعروف مردم را باز بدارند، مسائل اخلاقی را مردم تفهیم بکنند و خصوص جوانان در مدارس و در مکاتب و در جاهای تعلیمی و جاهای تدریبی. با فساد اخلاقی باید مبارزه جدی صورت بگیرد. این وظیفه علما است. ما کوشش میکنیم، من نمونه را ذکر کردم که در افغانستان الحمدلله متا هست، ولی توقع ما میره که تمام دارالاسلام به این مشکل متوجه باشید. وظیفه علمای کرام است. یک چیز را علاوه که من میخواستم این است که الحمدلله کشور دوست ترکیه و افغانها زیاد همکاری کردند. ما یک دوستی مصیبت امسال بالای ما آمد که یک جای زلزله صورت گرفت، زیاد مردم تلف شدند. همچنان سیلاب ها بیرون شد، از اثر سیلاب ها هم فیضانان مردم متضرر شدند. از همه کلر بیشتر که کمک ها به افغانان رسید کشور دوست ما ترکیه بود. آنها همکاری خود را رساندند به مردم، هم از طریق حکومتی و هم مؤسسات خیریه آمدن به مردم نان رساندن، آب رساندن، نیازمندی را فراهم. این وظیفه بسیار عالی را انجام بود. ما متشکر هستیم از این روش کشور ترکیه، از این روش مردم دوست و برادر ترکیه، از این روش حکومت ترکیه. ما دوست داریم از لحاظ تاریخی هم افغانستان و ترکیه با هم برادر ماندن. علایق بسیار تاریخی دور و دراز دارد. کوشش کنیم که نسل آینده ما، نسل فعلی ما این علایق را با خود حفظ کنیم. همه مسلمان و برادر هستیم، چه ترک، چه افغان، چه کرد، چه افغان و اقوام دیگر با هم برادر هستیم، هیچ تفاوتی ندارد. و ما عرض می‌گذاریم و تشکر میکنیم از کمک‌های شما و من حیث دوست نزدیک می‌گیریم کشور ترکیه و ملت ترکیه و حکومت ترکیه. از این قدردانی می‌کنیم. و علمای کرام هم بدانند که الحمدلله حکومت شما با ما بسیار همکار بوده، همکاری کردند. یک حرفی را که در نهایت می‌خواستم بگویم این است که علمای کرام طبعا از کشورهای مختلف آمدن، با کشورها و ملت‌های مختلف تعلق دارند. امارات اسلامی افغانستان تا به حال به رسمیت شناخته نشده. این یک ظلم است از طرف غربی‌ها جلو گرفته یا سازمان ملل آماده نشد. شما از طریق خود به کشورهای خود یا به حکومت‌های خود به سیاسی خود برسانند که افغانستان مظلوم است، نیاز به همکاری حکومت دارد. اگر ممکن بود از طریق کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته شد، اقدام بسیار بزرگ است. هیچ مشکلی عاید شما نمیگرد. یک اقدام جرأتمندانه میخواهد که حکومت افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان از طرف کشورهای دوست مسلمین ما توسط میانجیگری علما، توسط دعوت علمای کرام به این دعوت شوند که حکومت ما را به رسمیت بشناسند. این یک گام بسیار بزرگ است. جلوی یک ظلم گرفته می شود. کشور ما مظلوم است. حق ما در خارج گرفته شده. چوکی ما در ملل متحد به ما داده نمیشه. صدای ما شنیده نمیشه. بانک‌های ما با مشکلات مواجه است. موقف بین‌المللی ما را زیر سوال قرار دادند و به هیچ دلیل ناحق، خاص به خاطر اینکه ما یک حکومت اسلامی را ساختیم. شما در این راستا با ما همکاری بکنید و تا حد توان و اگر نبود دعا بکنید. جهاد ما با دعای شما کامیاب شده. دعای مسلمین در تمام دنیا با ما بوده، ما حس کردیم. دعای علمای کرام، دعای مظلومین، خانم‌ها، اطفال در دارالاسلام با ما بوده و برکت همون دعا خداوند آه ما را شنید و فتح و نصرت را. این دوام کنید، شما با ما دعا بکنید. این یک حکومتی واحد است که به نام اسلام و شریعت ساخته شده، حفظ شود. این برای ما و شما و همه ما شما بهتر. دوم برادران محترم، ازاله یک سوالی بکنم. سوال میشه که امارات اسلامی به دختران اجازه تحصیل نمیده. این تبلیغات بسیار بزرگ است. شاید علمای کرام بدانند که این علما در افغانستان جهالت میخواهند، نادانی میخواهند، طرفداری از علم. یک سوال بسیار بزرگ پیدا شد. ولی بازم من میگم که این تبلیغات دشمن است. این پروپاگاند محض دشمن است. اول قبل از ما در 30% کشور تعلیم وجود داشت. در 30%. 70% از تعلیم محروم بود. در یک سال گذشته مکاتب و مدارس به تمام کشور رفته. یعنی 70% دیگر هم زیر تعلیم آمد. این خدمت به تعلیم.
140 پوانتون در افغانستان تدریس میشه. هم خانواده او تدریس میشن، البته علاوه در پرده در حجاب. هم مردا تعلیم میکنن طبق اصول شریعت. 170 پوانتون در افغانستان ما داره، در مرکز و ولایات تمامش خلاص است، تمامش درس میخوان. اطفال ما مردا از صنف اول تا 12 درس میخوانن. البته دخترها از صنف اول تا 6 درس میخوانن. بالا از 6 تا صنف 12 چند صنف متوقف شده. 7 8 9 10 11 12 6 صنف متوقف شده. 3 اصناف من مدارس نسوان. او به خاطر از این توقف نشده که ما نمیخوایم تعلیم داشته باشیم. صرف اصول آنها را درست میکنیم، نصاب آنها را درست میکنیم، نصاب درسی، ساختمان‌های آنها را درست میکنیم، ترانسپورت آنها را درست میکنیم که مطمئن شود که مردم از لحاظ ذهنی، از لحاظ دینی اجازه دادن که دخترانشان برن تعلیم بکنن. حجابشان مراعات باشه، چیزی را که میخوانند دینی باشه، اخلاقی باشه، در چارچوب دین باشه. چون نصاب ما در زیر یوغ آمریکا ساخته شده. اگر اون نصاب فکس در افغانستان تطبیق شود، مارکوله‌ها خراب میشه. چند سال بعد ما همین دخترای خود از دست میدیم و خدای نخواسته علیه کشور قرار میگیرن. نصاب هم اصلاح ضرورت داره، مکاتب هم باید جدا ساخته شود. همچنان ترانسپورت بسیار مهم است. در افغانستان یک چیزی بسیار تشویش بود در چند سال گذشته. دخترای جوان یا طفیات زمانی که مکتب میرفتن در راه مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن و خانواده ها باز اجازه نمیدادند دخترایشان بیرون شوند. امارات اسلامی من حیث حکومت اسلامی وظیفه دارد تا خانواده ها را مطمئن بسازد که خواهر شما یا دختر شما که از خانه بیرون میشه تا درس و مدرسه و تا مکتب آنها محفوظ هستند. یک مسئولیت عمومی ایجاد شد. از خاطر این حفظ مسئولیت ما در کار هستیم جدی و این پروبلم حل میشه، این معضله حل میشه. ولی تا او حدی که حل میشه پروپاگاند وجود داره که طالبان یا امارات اسلامی علم بند. شما باید بدانید که سعدی صاحب یک شعر میگه، علما کرام انشاءالله میدانند، این که تو میبینی نه شکلی من است ولکن قلم و در کف دشمن است. این چیزی که ما و شما میبینیم یا تبلیغات و پروپاگاند میشه، این واقعیت عمل نیست. قلم به دست دشمن است. این را متوجه باشید. دیگر خوش شدم در ایجاد آمدیم در دیار قطر که یک شعار تاریخی است. در تاریخ از خوانده و بسیار قهرمانی‌های شجاع و همچنان علمای کرام در ترکیه الحمدلله اتحاد مدارس در ترکیه با هم شیشتیم شناختیم دیدیم. بسیار پسند است امروز و از همه شما متشکر هستم. خدا کنه که همیشه همچون مجموعه‌های داشته باشیم، امت اسلامی را با هم نزدیک بسازیم، علما را با هم نزدیک بسازیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.